درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان از تلویزیون ولایت صبح. با شما هستم اهل‌دین شمس‌الدین زاده. و درست می‌شویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت صبح در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت صبح تهیه و پیشنهاد مردم می‌گردد و مقصد از تهیه برنامه مذکور چنین است که در منبر برنامه درخشان، در منبر بلند برنامه درخشان باید امروز استعدادها از نسل‌های هم کودکان، جوانان و نورسان البته معرفی کرده شوند. و امروز چون بینندگان عزیز شما می‌دانید در تاجیکستان آزمون‌های وطنی البته برگزار می‌گردند، چی فروغ صبحی دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیز من. در قطار این یکچند آزمون‌های دیگر البته طرحریزی شده ایستادند که سالی جاری البته روی کار می آیند و امروز باشد جوانان نورسانی ما تمام قشرهای جامعه در این آزمون البته فعالانه شرکت می ورزند که ما یک نفر جوانی را دریافت کردیم که گرچند امروز دانشجو باشد هم از آوان خردسالی یعنی از دوره مکتبی کوشش کرده ایستاده است به آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است شرکت ورزیده صاحب جایهای افتخاری گردد و بیاید با کفکوبی صمیمی با این قهرمان برنامه شناس میشیم. مرحبا، خوش آمدید. سلام علیکم. خوش آمدید با برنامه. مرحبا. بار دیگر درود بینندگان عزیز، یادداشت می‌شیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت صبح در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت صبح تهیه و پیشنهاد مردم می‌گردد. اگر شما فرزند شما یا نبیره شما یا شاگرد شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده در کدام نمود هنر نباشید، پس منبر برنامه درخشان برای شما است. حالا رقم تلفنی که برایتان نمودار است، می توانید زنگ زنید، تماس گیرید. ما کوشش میکنیم یک برنامه جالب رو البته با قهرمان برنامه آماده کنیم و همزمان به شبکه اجتماعی که با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت صبح البته ثبت شده است، هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام می توانید البته درخواست خود را گذارید، فکر و اندیشه خود را در بابت بهتر شدن برنامه البته گذارید. ما کوشش میکنیم در نوبت خود تمام گروه ایجادی درخواست شما را به نوبت گرفته بهر زیبا و دقت جلب کننده و شوق‌آور شدن برنامه درخشان البته کوشش میکنیم و پیشنهاد شما میکنیم. و امروز چون من در بالا ذکر کردم قهرمان برنامه ما هستند از شهر بوستان، بیاید از نزدیک شناس میشویم. اولا السلام علیکم تماشابینان عزیز، مرادوف آزادبخش هستم، دانشجوی کورس دوم فاکولته فیزیک و تکنیک دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، استقامت کننده شهر بوستان. اصلا در کجا تولد شده؟ اصلا زاده دهه زیرآباد نوحه عینی هستم. سال 2012 با همراهی خانواده خود به شهر بوستان آن وقت چکالاس کوچیده آمده در آنجا کوچ بسته زندگی خودمان را در آنجا آغاز نموده. امروز استقامت کننده مقیمی شهر بوستان هستید. بله. آفرین. امروز میبینم که شهر بوستان هم در قطار دیگر شهر نواحی ولایت مملکت البته خیلی آباد و زیبا شده است. بیاید در اطراف همین گویده بود. شهر بوستان اساساً گویم دروازه اساسی ولایت صبح است، یعنی که فرودگاه مرکزی شهر خوجند در همان جایگیر است. با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شهر بوستان روز تا روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است و وقتی که بیگانی ها به سیر و گشت شهر میبرایم، شهر را خیلی چراغان و کودکانی را میبینیم که با پارک استاد صدرالدین یعنی باغ صدرالدین عینی آمده در آنجا استراحت میکنن، سیر و گشت میکنن. آفرین. احسن میگم. با برنامه از نام گروه ایجادی خوش آمدید. شکل برنامه آزاد است، میتوانید قهوه نوشید، میتوانید اطراف استعداد خودتان آشکارا بگویید که امروز دستاوردها از کجا هستند و زحمت های شما در این راه چگونه بود. من صحبت میکنیم آزادانه. خب از آغاز در کدام مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی تحصیل علم گرفتید؟ سنه 1 سپتامبر سال 2013 با همراهی بابایم به لیسه رقمی 1 شهر بوستان که به همچون به صف 1 داخل گردیدم و معلم آموزگار اولینی من معلم عبدالمجید و مستوره بودند که آن کس مرا در جاده تحصیل این همه دستاوردهای من با زحمت و تلاش آن کس هستند. وقتی که خردسال بودم، یعنی که به صف 1
قدم های نخستین خودم را گذاشتم آن وقت یعنی که از یگان علم یعنی که بهره‌ور نبودم. آن کس بودند که چشم مرا به دنیای علم و خیرات باز نمودند و نفری بودند که به من آموزوندند که قلم یعنی که خامه را چگونه به دست گرفته اولین حرف های خودم را یعنی که بر روی دفتر نوشتن را آغاز نمایم. ما در راه زندگی شما در جاده علم گویم اگر دو نفر رو انتخاب کنیم که یک نفر از پیوند عائله شما باشد جهتی صاحب علم صاحب قلم شدن شما زحمت کشیدن و یک نفر از داخل عائله نباشند استادان باشند که به شما دو نفر به نهایت کمکی سخت کردن که امروز در جاده علم موفق هستید؟ اساساً از در عائله مادرم بسیارتر به من کمک میکنند. از خودشان آموزگار هستند؟ مادرم خانه‌نشین هستند و پیوسته ما فرزندان را که تاکید میکنند که باید همیشه علم آموزیم یگانه در راه زندگی ما این علم و دانش یعنی که ما را برای راست هدایت مینمایند. از شخصانی بیرون باشند دوستان خیلی زیاد هستند. اینها آموزگاری اساسی من که مرا به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از آماده نموده ایستادند معلم علمزاده زمیرخان هستند که مرا به همین جاده هدایت نموده ایستادند. آفرین. من در این لحظه ها میخواستم برای بینندگان عزیز آشکارا بگویم که امروز دستاورد شما چگونه است و قابلیت و استعداد شما در چی است؟ چه استعداد دارید؟ چگونه معرفی میکنید و دستاوردتون رو بگویید؟ اساساً اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. این چنین یک قطار از آزمون‌های جمهوری دیگر نیز اشتراک ورزیدم و گیرنده استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال تحصیلی 2023 و 2024 و این چنین گیرنده استیپندی رئیس شهری بوستان که در اینجا البته شهادتنامه ها دارید. بله. در سال تحصیلی 2023 و 2024 هستم. یعنی که کی صاحب این گونه شهادتنامه و نام بلند گیرنده استیپندی هم پرزیدنتی و هم شهری شده میتواند؟ البته خوانندگان فعال که در مکتب با بهای اعلا تحصیل میکنند و آداب نمونوی دارند و در چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی البته اشتراک فعالانه دارند. آفرین. امروز روند تعلیم در دانشگاه شما تا کدام سطح بلند برداشته شده است؟ روند تعلیم در دانشگاه در خیلی خوب است. من در آنجا خیلی خوب اختصاصتون چی است؟ اختصاصم فیزیک است. یعنی به فن‌های دقیق رفته؟ بله. آفرین. بابایم خواستن که مرا به فن‌های دقیق گذارند و من گفته بابای خودم را قبول نموده به رویه فن‌های دقیق داخل شدم یعنی که توسط کوته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آن در سال 2025 به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورov از روی اختصاص فیزیک داخل شدم. این حال در کورس دوم تحصیل نموده ایستادم. آفرین. احسن. انا همین رو باید ما امروز به جوانانی که صاحب لیاقت هستند و شاید امکانیتی داخل شدن ندارند مرکز ملی تحصیل است که رایگان میتواند هر یک مثلا داوطلب درخواست کند و اشتراک کند و همزمان برای آن نفرانی که صاحب لیاقت هستند از ناحیه‌های دوردست هستند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بله امتیازات داده شده است و این هم باشد کوته پرزیدنتی است که بله میتوانند طریق این کوتا بدیل خو مثلا دانشگاهی که پیشنهاد شده است از جانب کوتا ها داخل شوند و یکی از این نفرها شمایید و رفتی انا همین امتحانگیری چگونه بود؟ حجت‌سپاری شما رفتی امتحانگیری به نهایت جدی بود. در دوره سوم دوره ولایتی بود و همگی 5 نفر اشتراک کردند و در بین 5 نفر با گرفتن نک خالی بلند مشرف گردیدم که عنوان دانشجویی را پیش از مهلت به دست آورم و همین طریق سنه 1 سپتامبر سال 2025 قدم نخستین خودم را گذاشتم. یعنی عنوان بلند دانشجویی را صاحب شدید و من امروز میگم که واقعا امروز دولت و حکومت
بخصوص مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار کرده شدند که جهتی دستگیری بخصوص جوانان، کودکان، نورسانی که می‌خواهند در مؤسسه‌های تعلیمی البته تحصیل کنند، در کودکستان‌های شرایطش خوب و مهمتر از همه در کالج‌ها و البته مکاتب‌های عالی، یعنی مکتب‌های عالی برای تحصیل کردنشون تمام شرایط مهیا کرده شده است و یکی از این زمینه‌ها این قوت پرزیدنتی است و تنها چی لازم است؟ خواهش، جرأت، کوشش، باوری و همان جوهره که نویاب حسی بلند وطندوستی که امروز منشأ میگیرد از دانش ما، از خانواده ما، از کوشش ما، زحمت ما، از دوربینی ما که ما باید در آینده مکتب رو با بهای خوب و اعلی خونیم، دانشگاه رو با بهای خوب و اعلی تحصیل کنیم و صاحب کسب شویم که امروز برای وطن ما لازم است. و امروز در نوبت خود صاحب چی کسب شدنی هستید و چگونه سهم گذاشتنی هستید برای تاجیکستان؟ اینه که در آینده اول نقشه ها به نهایت زیاد هستند که همه اینها رو وقت نشان میدهد. من میخواهم که دانشگاه را با بهای خوب و اعلی به اتمام رسانیده، هم متخصصی ورزش ساحه خود شده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایم و در پی 5 ساله اینه که نقشه که من کشیدم باید به یکی از دانشگاه های دولت بیرون از کشور داخل شده خواندن خودم را در آنجا ادامه دهم. آفرین، احسن میگم. برنامه های قبلی درخشان رو تماشا میکرده؟ بله. عموما تلویزیون ولایتی سوق رو تماشا میکنید؟ پیوسته تماشا میکنم، مخلصی همین تلویزیون. همین تلویزیون هستید. خب امروز برای علمی جذابیت پیدا کردن برنامه ما چی نمیرسد به فکر شما؟ همه شرایط ها مهیا هستند، یگان کمبودی نیست. آفرین، اصلا میگم ما کوشش میکنیم که برنامه ما البته برای بیننده پسند باشد و تمام گروه ایجادی زحمت ما همین است که باید برنامه هفته یک مرتبه با یک قهرمانی که ارزنده است و صاحب دستاورد است پیشنهاد کرده شود که مخلصانش امروز برنامه درخشان تمام تاجیکستان است. امروز بیاید با دستاوردهای شما میگذاریم. چی دستاوردها دارید؟ بغیر از آزمون فروغ سپیدانی کتاب از اشتراک کردید و همزمان با المپیادهای فنی هم شرکت ورزیده هستید. مرا درباره همین دستاوردهای من اساسا در دوره مکتبی خودم است. وقتی که من مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نمودم، از صف 5 آغاز نمودم به اشتراک به المپیاده ها. از کدام فن ها؟ اساسا در صف 5 به فن تاریخ بسیارتر میل و شوقت زیاد داشتم. رهبر صفم که معلمه تاریخ بودن، معلم محمد جان نوه، مرا پیوسته به المپیاده های شهری و ولایتی را سفربر می نمودند و بار نخست من سال که همان سال در دور شهری آنجا سزاوار جای دوم گردیدم و به دور ولایتی رفتم که در آنجا که بله که خالی خودم خانه کننده نبود و من در آنجا به دور جمهوری بدینه راه نیافتم و راه افتادن نشدم. پیوسته مبارزه می بردم که اساس به مبارزه نمودن من استادان بسیارتر مرا دستگیری می نمودند و مرا باوری داشتن که من روزی می شود که موفق می شوم. باز در برابر این به فنهای فیزیک و شیمی میل و رغبت زیاد داشتم و اینچنین هنگامی که فارغ از درس ها می شدم با مقاله نویسی شروع می نمودم که یکی از مقاله های شرکت و مقاله نویسی شرکت ورزیده در آنجا سزاوار جای دوم و در یکی دیگرش سزاوار جای یکم گردیدم که در مقاله نوشته من بر روزی پایتخت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است و در دیگرش در وقت در صف 9 تحصیل می نمودم در آزمون ولایتی ترسان‌زاده خانی شرکت ورزیده با اجرا نمودن 100 غزل از ایجادیات استاد میرزا ترسان‌زاده با گرفتن شاهجایزه مشرف گردیدم. باز در برابر این وقتی که من عنوان گیرنده اسپند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اسپند رئیس شهر گردیدم، اعضای محفل پیروان پیشوای ملت نزد بخش کار با جوانان شهر بوستان بودم که سپاسنامه دلیل آن است که مدیر آنجا
یعنی شما را تقدیرانده بله، شدید. اسماعیل زاده خسروشاه با اشتراک فعالانه من در بسیاری از چهاربینی‌های فرهنگی و سیاسی این سپاسنامه دلیل آن است. آفرین، احسن میگم. یعنی که من یک چیز رو از شما پرسیدنی هستم، چرا امروز شما رو آوردید به فنهای دقیق اینقدر خوب میدونید، هم فیزیکا و هم شیمی، یعنی کیمیا، با آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدید، چرا با آزمون علم فروغ معرفت نه؟ در این آزمون علم فروغ معرفت نیز در وقت در صف 11 تصویب نمودم شرکت ورزیده بودم و در دور شهری سزاوار جای دوم گردیده به دور ولایتی راه یافتم. از سبب آنه که بسیار کمبودی ها به خود داشتم و بسیار از سوال ها آماده نبودم، صاحب مقام نشدم و اساس وقتی که من رویه فیزیک رویه فنهای دقیق را انتخاب نمودم که باید که در آینده که همچون متخصص از طلبات برای نیاز دارد برای مهندسان پیشرفته نیاز دارد و فارغ وقتی که همه اینها را به دانشگاه می رفتم به فنهای فیزیک به مسئله حل کنی مشغول می شدم، فارغ از همه اینها می آمدم در خانه کتاب های بدیعی را مطالعه می نمودم و توسط کتاب های بدیعی من خودم را آزادانه حس می کردم و وقتی که هر یک غزل های استاد عینی، استاد لایق، استاد ترسونزاده، استاد سید علی مامور را تحصیل می نمودم، روانم، جسم و جانم آرام می شد و فکر خودم را یعنی که در عالم شعر آزادانه خودم را حس می نمودم. یعنی امروز شما ایجاد هم میکنید، نثر نویس هستید؟ گاه در ایام مکتب خانه به نظم نویسی مشغول بودم. آفرین. بخشیده به پیشوای ملت، یعنی که یک ایجاد کرده؟ ایجاد نمودم. رسید روز سعادتمند ملت، یکی گردیده دولتمند ملت، الها دولتش پایان نیابد، بود او تا ابد پیشوای ملت. یعنی 4 مصرع پیشنهاد کرده در واسه پیشوای ملت. احسن میگم. و امروز یعنی که نثر هم حکایه ها هم مینویسید یا نه؟ چی مینویسید در ژانر نثر؟ در ژانر نثر پیشتر مقاله ها چاپ میکنید؟ مقاله ها مینویسم که عینی حال که تگ نمودم با که با فن فیزیک بسیارتر وقت تو خود را روانه کرده ایستادم که باید اختصاصی که من در آینده به من لازم است و از روی آن من کار میکنم از پی آن شوید. پی آن شوید، این فیزیک است. آفرین، احسن میگم. من در بابت آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برای چقدرتر رفتن در بابت این صحبت کردم میخواستم فضای ادبیات رو بسازیم. میخوام یک فضایی باشد که در ایجاد و سخنگویی باشیم. یک شعر پیشنهاد کنید، بعدا درباره آزمون صحبت میکنیم چقدرتر. شعری که برای خودتون پسند است، دوستش میدارید؟ دوست داشته خودم که بخشیده به تاجیکستان، یعنی که به صلح و امانی بخشیده شده است، از ایجادیات استاد ترسونزاده است. چه غم دارم دیاری خوبتر از بوستان دارم، قوی عزم و ظفر ایجاد خلق قهرمان دارم. و بالای سرم مرغ سعادت میکند پرواز، زمینی سبز و خورم آبهای زرفشان دارم. در آغوش وطن فضل و کمال نو به نو یابم، جهان داند که به ظلم و اسارت من جهان دارم. سرودی این دلی شادی مرا هیچ انتهای نیست، به وصف کشور محبوب صدها داستان دارم. زمینی تاجیکان گل کرد، باغ تاجیکان گل کرد، دل خورم سری سبز از بهار تاجیکان دارم. و قانون نامه خود پیشوا با خط زر بنویش، حقوق خلق ها را بین چه بخت جاویدان دارم. آفرین، احسن میگم. بسیار شعری وطن دوستانم. در قطار داشتن عنوان بلند شاعری استاد میرزا ترسونزاده باز چی عنوان دارند امروز؟ از جمله استاد میرزا ترسونزاده قهرمان تاجیکستان هستند و در همان وقتا که شاعران وحدت سرا بودند و اینچنین سفیر صلح و دوستی نیز میگفتند. پیوسته در ایجادیات خودشان آن دوستی را ترغیب می نمودند و وقتی که بس بیرون از کشور سیاحت می نمودند
پیوسته مردم را دلالت میکردند که دوست باشند. یعنی که در یکی از شعرهایشان گفتند که دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما، آدمان از دوستی یا بندبخت، دشمنی آورد به مردم روزی سخت. باز در یکی از شعرهایشان غزلهایشان گفتگی‌اند که تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. آفرین. در قطار قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده باز دیگر قهرمان ها رو نیز نام بر کنید. قهرمان های جمهوری تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، شیرینشاه شاه تیمور، امام علی رحمان، بابا جان غفوروف، استاد میرزا ترسونزاده، نصرت الله مخزوم. آفرین، احسن میگم. و این قهرمانان تاجیکستان رو امروز باید از خوانندگان مکتب تا دانشجویان و تمام ساکنان باید بدونند. شهروندان جمهوری تاجیکستان. احسن میگم. خب آغاز کردیم با ادبیات، با اون دستاوردهایی که شما نایل شدید و همزمان هر یک اشتراکچی باید در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی همین گونه یک شناسنامه داشته باشه. شناسنامه یعنی این موادهای چاپی همه خواننده که چقدر اثر دارد از خود کرده است، چقدر مواد رو از خود کردید و چی ها رو. در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. از روی نومیناسیون خواندن و اجرا نمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک شرکت ورزیدند و اعضاهای حکمان از در بخش نثر 15 تا رمان، 40 تا پاوست، 50 تا حکایه و نویله، 5 اثر دراموی یعنی صحنوی، 5 پیسه، 3 اثر یادداشتی، در بخش نظم باشد 120 تا غزل، 150 بیت پارچه ها از دیگر نوی شعری، 150 بیت پارچه ها از داستان ها، 170 تا رباعی و دو بیتی را به اعضای حکمان پیشنهاد نمودند. آفرین. مشکل ترین سوالی که اعضای حکمان پیشنهاد کردند خیلی اذیت کشیدید، می توانم جواب داده یا نه دقت شدید کدام سوال بود؟ بیشتر به لغت ها، اساسی همین ضعیفی من همین لغت ها را تشکیل میکنند. وقتی که من غزل را از بر میکنم یعنی از یاد میکنم به لغت اهمیت نمیدیم. یعنی گفتن که کمبودی شما در همین است. کمبودی من در همین است. و اگر همین نگفتند، اگر همین انسان اگر لغت رو از خود نکند به معنای درک همان شعر چقدر نمیتواند و قدمی که جایی که میگذارد باید داند که با کجا قدم گذاشته ایستاده است. و برای حل این معما چیکار کرده ایستادید؟ برای حل کی کمک میکند؟ برای حل این معما خودم وقتی که فارغ از درس ها میشوم می نشینم، وقت 2-3 ساعت وقت جدا نموده در روز زیاده از 5 غزل را میخوانم، یعنی که همون غزل های خودم از یاد نمودم و در آنجا لغت هایی که برای من نافهمه هستند به یک دفتر جداگانه علاوه قید می نمایم و توسط ضمیمه الکترونی فرهنگ معنایش را جستجو میکنه. از یاد نموده ایستادم. آفرین، احسن. یعنی که از پی اصلاح هستید. بله. و به دور جمهوری جدی آمادگی دیدی ایستادید. احسن میگم. و در این لحظه ها من میخواستم نزد بینندگان عزیز چون شاهد هستند یک امتحان خردکه گیریم از همین جزدانی که با خود آوردید و تمام موادها در همینجا هست. باید در بابت نظم یعنی که وای سوال جواب میکنیم. شیرین بنیاد از بهاری رفته، از بهاری رفته ناید عطر گلبادی دیگر، میرسد از نو بهاری حسن آبادی دیگر. گل عروسانی من و تو از چمن رفتند دوش، آید از آن کوچه حالا عشق فریادی دیگر. در شکوه گلبهار باز احیا می شویم تا بیاید بعدی ما شیرین و فرهادی دیگر. عشق اگر از سینه ها ترک دیاری خود کند، نوخط در عاشقی می سازد ایجادی دیگر. قدر این دلداده شاعر را ندانی ای دریغ، از بدخشان کی رسد شیرین و بنیادی دیگر. آفرین. نظام قاسم 21 شعری عالی دارند. ای گل مرو، ای گل مرو، ای گل مرو، با خود مبر افسانم، به تو چیکار آید دیگر این جانی بی جانانم. از بعد ساز و سوز دل، سوز سبق آموز دل، ای لیلی آخر زمان،
آخر مکن دیوانه. خب نظام قاسم امروز در خاطر ایجاد کردن نظم فعالیتشان در کجا است؟ اعضای اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان. راهبری بله، اتفاق نویسندگان تاجیکستان. آفرین. شعر از اوزرخش چه غربت است؟ چه غربت است در این راه ها و منزل ها، چه لذت است از این باغ ها و حاصل ها. زمانه با سخن اهل دل نمی سازد، دلم گرفت ز هنگامه های محفل ها. اگر سر است را راز دل مگو اینجا، که نیست عقل بسرها و عشق در دل ها. عزیزهای سرافراز خاکسار شدند، به آب سر بکشیدند پای در گل ها. با آبها بنویسم که موج شعر من است، خط نخوانده فکندند سوی ساحل ها. آفرین، احسن میگم. غزل، ربایی، دو بیتی چگونه فرق دارند؟ با چی فرق میکنند؟ اساساً از 4 بیت، زیاده از 4 بیت عبارت هستند. طرز نوشتن غزل با اینکه ساده تر کرده گویم، با حرف با با صداناک اینکه آخرش با ا ب ا بیت ها میرسند. ربایی و دو بیتی فرقیتشان از آن است که هر دو 4 مصرع هستند. ربایی با هجای کشاتر آغاز میگردد، دو بیتی باشد با هجای کوتاه‌تر. باید ربایی خوانید. ربایی از دلخواه استاد آذرخش. باشد. وقت است که شیوهش گرفتاری نیست، تا میگذرد رهی نگهداری نیست. از درس زمان چون دیر مانده، در مکتب عمر صفی تکراری نیست. یعنی باید در همه روز باید بیاموزی. آفرین. دو بیتی خوانید. بدون این را تقاضای زمان است، محبت نیست در دل، در زبان است. چرا شاعر نویسی شعر آخر، دیگر با شعر دلیابی گران است. از کوزاد فتح‌الله. آفرین. غزل هایی هستند که شکلشون دراز است. در استاد عینی هم هست همین گونه غزل ها. دوستان عرضی امیدم. دوستان عرضی امیدم بر نگاری من برید، رحمت بر خاطر امیدواری من برید. زندیار و شهر تنگم، شهریاری من کجاست، لطف آرید و مرا بر شهریاری من برید. یا به من از خاک پایش سرموار آورید، یا مرا در راهگذار شهسواری من برید. من قتیل غمزه نوخدنگار گشتم، پی بدین معنی ز ریحان مزاری من برید. سبزه خطش ببینید و مپرسید از غمم، بر خزان من قیاس از نوبهار من برید. گر همه خواهید جان آسان دهم هنگامی نصر، جای تکبیر و تلاوت نامی یاری من برید. در پریشان روزگاری گر رود عینی ز دهر، جمع بنشینید و یاد از روزگاری من برید. نقیب خان طغرل احراری ربایی بسیار زیبا گفتند. ای داده به باد، ای داده به باد عمر از نادانی، تو قیمت عمر خویش کی میدانی. فردا که به زیر خاک تنها ماندی، گویی که کنم توبه ولی نتوانم. محمد غایب در دهر فقط مقام حق میماند، تنها به زبان کلام حق میماند. از دهر تمامی نامداران گذرد، یک نامی بزرگ نام حق میماند. دولت سفر کی مشکلی ما به عشق آسان گردد، کی شهد لبت حلاوت جان گردد. رودابه مکرم خوش در وطنی که کینه و نفرت نیست، الفاظ غم آفرنده حسرت نیست. چون در عدم و ازل به هم پیوندیم، مقصود و مرام ما به جز وحدت نیست. فرزانه خوجنده فیغان از منی و لاابالی، از این گردون روی و خاکمالی. فیغان از تاجیک خودکش که گوید، خدا را هم جنوبی و شمالی. آزادبخت، من امروز میگم که در برنامه درخشان از امتحانی خردکک باشد هم با سربلندی گذشتید و صاحب مقام اول گردیدن بهوده نیست. یعنی پاسخهایتان صحیح بود برای اعضای حکمان و شما را غالب دانستند و من اطمینان کامل دارم که امروز آمادگی خود را با استادان زحمتکش شما باز جدی تر میکنید، آمادگی خوب میبینید و در دور جمهوری که
آمادگی جدی دیده ایستادید پهلوی شما تمام گروه ایجادی برنامه درخشان ما دوستان هستیم و کلی استادان و رفیقان شما اهل خانواده شما هستند و این قوه بزرگی گرد و اطراف رو فراموش نکنید. پویستو رمان‌ها هم از خود کردگی هستید. بید یک لحظه های بهترینی یکون پویست رو یا رمان رو بگویید. یکی از پویست های پسندیده من این از استاد صدرالدین عینی است که پویست یتیم است. مختصر کرده گویم قهرمانی اساسی این شادی یتیم است، یعنی که این قصه زمان نوشته شده است که بویان و اشرافزادگان فرار به دولت افغانستان میکنند و دولت یعنی که تاجیکستان سوویتی به دست اسکران سرخ میمونند. هنگامی که شادی خردسال به افغانستان فرار میکنند با همراهی بوی مادرش را گم میکنند. یک چند شبانه روز در پی جستجوی مادرش می شود. اخیر به مقصد خود می رسد. در پنجم شبانه روز خود مادر خودش را در یکی از ربات‌های پیدا می نماید و از پیدا نمودن مادرش به نهایت خرسند می شود و این خرسندیش باعث می گردد که زمان بیهوش گردد. وقتی به هوش می آید همه آن سرگذشت‌هایی که هنگامی دوری از مادر به سری خودش آمده است به مادرش حکایت میکند. مادرش میگوید که تو پسرم خطا نموده که از قفای من از تاجیکستان سوویتی از قفای من به افغانستان گذشتی، چون که در آنجا بولشویکان تو را گرفته کلام میکنند. پدرش را هم خود بوی کشته بود. میگوید که بولشویکان تو را گرفته کلام میکنند و شادی تصمیم میگیرد که دوباره به وطن برگردد. همین طریق در میان بوی او را از در خانه خود پیش میکند. او را میگیرد به سوی وطن. وقتی که به نزدیکی وطن برمیگردد دریای وخش را میبیند و به سوی تاجیکستان نگاه کرده میگوید که کاش من مثل پرندگان بال و پر می داشتم که در هوا پرواز نموده به تاجیکستان بروم و این راهی که من طی نموده ایستادم راه بسیار پرخطر است و از دریا من گذشتن نمیتوانم، ولی کوشش میکنم که به مقصد خودم برسم و دشمنانی که به تاجیکستان یعنی که با چشم بد نظر میدوزند آنها را دستگیر نموده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایم. این وعده‌اش را در نزد همه دریا میدهد. اما یعنی که یک چند مدت میگذرد در نزد یکی از خوجایینا خدمتگاری میکند. روز یعنی که میرسد که از دست خوجایین خود فرار نموده. آن وخشی که یعنی که با موجهای پرتلاطمش که در آنجا گذشتن حد امکان بود، یک کودک خردسال که به سن 14 ساله یا 15 ساله قدم گذاشتن به نهایت مشکل تر بود. این پسر بچه به مقصدش میرسد و از دریا میگذرد و صغیرخانه داخل گردیدن که در پرورشی که آدمان دولت سوویتی قرار میگیرند. همین طریق یکی از عسکران فعال گردیده دزدان و بازمچیان را دستگیر میکند و به مقصدهای خودش میرسد. یعنی که امروز شما پویست ها رو به پررگی از خود میکنید و معنایش میرد و تحلیل هم میکنید و در قطار این پویست ها از کی ها پویست ها میدونید؟ از پویست ها از استاد ستار ترسون آبداری یا کوکبانی کبود حسرت، باز از فاتح نیازی دیم دلاور دختر همسایه فوجه باغستان، از فضل‌الدین محمدی و پویست زینب بیبی شاهی یپان آدمان کهنه و غیره و هاکذا را مطالعه نمودم. آفرین، احسن میگم. شما که امروز یک جوانی صاحب لیاقت هستید، دانشجو هستید، امروز از خردسالی یعنی از مؤسسه های تعلیمی آغاز کردید تا دانشگاه عالی به این سطح رسیدید. از ثمره استقلال کامهای خود را شیرین کردند، در راه استوار وحدت قدم زدند. بله، از فضای صلح و ثباتش نفس کشیدند، از زیباییش دیدن کردند. تا چه اندازه شما را وادار میکند که برای وطن چیزی بکنید و چی رو میکنید؟
اولا اساسا مینداری خودم را به سروری کشور محترم امام علی رحمان میرسونم که بهر ما جوانان تمام شرایط را مهیا نموده ایستادند و در ستایش پیشوای معظم ملت گفتنی هم که جاویدان امام علی رحمان بقای دولت است، آفتاب امن و استقلال و صلح و وحدت است، آر و ناموس و شرف دارد ندارد یأس و ترس، قهرمان خلق تاجیک پیشوای ملت است. وظیفه اساسی ما جوانان در آن است که باید که ما مکتب دانشگاه را با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده، آن را ختم نموده در آینده همچون متخصصی ورزیده شده و خلق و وطن خود و تاجیکستان عزیز خود صادقانه خدمت نماییم. یعنی که امروز هر یک جوان چی باشد؟ هر یک جوان اساساً باید آزادی یعنی که خود را از دست ندهد و بسیارتر کوشش نماید که با فریب و نیرنگ هایی که بیرون از کشور ایستاده ما را که فکرتون رو بند میکنن، بله، عقیدتون رو ویران میکنن، با آنها راه ندهیم و کوشش نماییم که همچون یک جوان فعال برای پیش رفتن کشور عزیزمان سهم خودمان را گذاریم. این سوال واقعی برنامه است. تاجیکستان رو تا چه اندازه دوست می‌دارید؟ چقدر اندازه دارد؟ یا به چی مانند؟ تاجیکستان را از جانم هم زیادتر دوست می‌دارم. و به چی مانند میکنید؟ به چیزی به فکرم مانند کرده نمیشد. او خودش یکتا است، به همتا است. تاجیکستان رو به هیچ چیز مانند کرده نمیشه. تاجیکستان خودش نایاب است، زیبا است، وطن جان ما است و باید در تاجیکستان که زندگی میکنیم به قدرش برسیم. خب کلمه پیشنهاد میکنم جمله سازید. زود جمله میسازیم. اگر نظم هم باشد یعنی که شعر باشد در اطراف همون کلمه میشود. خب کوه را بین 93% جمهوری تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و مردم تاجیکستان آن مثل کوه متین اراده هستند. آفرین. دهقان که مدام تخم نیکی کارد بر خاک سری سجده فرود می آرد. انار یکی از میوه های دوست داشته من است که در ترکیب آن ویتامین های زیاد موجود است. هواپیما در شهر بوستان دیروز خطسیر هواپیمایی که دوشنبه و خوجند پرواز نمود. آفرین، احسن. خب راهی که من طی نموده ایستادم راهی بسیار مشکل است. شعر این ژانری هست که نفر میتواند که احساس خودش را در روی کاغذ سفید درج نماید. اشک مادر برای کلان نمودن جگربند خود اشکهای زیاد میریزم. دوستان سه نوع میشوند: جانی، نانی و زبانی. در شما کدامش بیشتر زیاد است؟ دوستانی نانی یا زبانی یا جانی؟ جانی کم دارم. کم دارید؟ یک نفرشون اسمشون چی است؟ یکی از دوستانی بهترین من این همکورس خودم است، بابایف طاهربک. آفرین. خب سیب میوه شیرینی خوردن باب است. خب وحدت که مرام دل صاحب ادب است، تاج شرفی تاجیک عالی نسب است. درخشان بگذار آینده جوانان و تاجیکستان نوجوان همیشه درخشان باشد. امروز ما رو تمام جوانان تماشا میکنند، امروز آموزگاران تماشا میکنند، پدر و مادری شما تماشا میکنند، اهل خانواده. برای چنین زحمت ها را برای شما کشیدن، شب زنده‌داری کردند، تعلیم دادند، پهلوی شما بودند. چی ابراز محبت میکنید به ایشان؟ اولا منتداری خودم را به پدر و مادرم، به استادان و اینچنین سری تعظیم خودم را به آنها
фуруд меорам. ин ҳама дастовардҳое ки ман ба даст овардам бо дуои неки онҳо аст ва кӯшиш мекунам ки дар оянда ҳамчун як фарзанди арзанда ба онҳо хизмат намоям ва бигзор падару модари ман ки то ман бошам ба ягон кас муҳтоҷ нашаванд ва кӯшиш намоям ки ба онҳо содиқонавор хизмат намоям. мо кӯшиш мекунем бинандагони азиз беҳтарин барномаҳоро барои шумо пешниҳод кунем. Кӯшиш кунед занг занед, ба барномаи мо муроҷиат кунед. Агар шогирди шумо, фарзанди шумо ё набераи шумо дорои истеъдод аст, ба рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, албатта занг занед. мо кӯшиш мекунем як барномаи ҷолибро баҳри шумо пешниҳод кунем ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома бо исми барномаи Дурахшони телевизиони вилояти Суғд ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм албатта ҷойгир кардем ки шумо метавонед дархости худро албатта дар онҷо гузоред ва дигар фикру ақидаҳои худро ва ҳамзамон шакли пурраи барномаи Дурахшонро албатта дар албатта ютуб дида метавонед бо исми барномаи Дурахшони телевизиони вилояти Суғд ва мо кӯшиш мекунем ки минбаъд низ беҳтарин барномаҳоро албатта пешниҳоди шумо кунем боқӣ барои ғолиб омадан ва дар ҷодаи зиндагӣ муваффақ шудан ба касби беҳтарин ва соҳиби лаёқат шудан баҳри бунёди тоҷикистони зебои мо, баҳри гулгулшукуфияш саҳмгузор бошед ва ман итминони комил дорам ки имрӯз озмуни мазкур чандин озмунҳои ватанӣ тавонист дар навбати худ беҳтарин чеҳраҳоро дарёфт кунад ки яке аз онҳо шумоед. бори дигар арзи сипос ва ана ҳамин ҷоизае ки имрӯз аз ҷониби кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии ҷумҳурии Тоҷикистон бинандагони азиз барои ҳар як қаҳрамон таҳия шудааст бо сарбаландӣ ва ифтихори баланд ба қаҳрамони барномаи имрӯза ки хеле арзандаи ҳамин ҷоиза ҳастанд тақдим менамоям.